بعضی وقتا تو زندگی میگه آقا من زندگیم به هم ریخته است، خوش به حال فلانی. دیدی زندگی فلانی چقدر خوبه؟ همینقدر بهتون بگم هیچ وقت باطن زندگیتان را با ظاهر زندگی مردم قیاس نکنید. احسن. این خیلی بحث مهمیه. تکبیر. این خیلی مهمه. همه آدما تو زندگیشون مشکل دارن. اصلا خلقت بر اساس نقص است. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی وقتها یه اتفاقاتی هست برای زندگی هممون هست. یا آقا پسری بود تو مدرسه ما اسمش حسین، فامیلش نمیگم دیگه، حالا شما ممکنه بیننده برنامه باشه. خیلی پسر خوبی بود. تو ظاهر زندگیش از لحاظ ما واقعا یک بود. درس خون بود، جوری که معلم‌ها روش حساب می‌کردن. از لحاظ شخصیتی کاریزماتیک بود، جذاب بود، با معرفت بود، به بچه‌ها کمک می‌کرد. ورزشکار هم بود. نماز اول وقت هم ترک نمی‌شد. یه جورایی همه بچه‌های مدرسه میگفتن خوش به حال حسین. ای کاش جای حسین بودیم. راحت بهتون بگم حسرت خیلی‌ها رو تحریک می‌کرد. خاطر کیش خود من. ما مثلا سراسر قرآن می‌خوندیم و اجرا می‌کردیم و اینا، ولی اون بیشتر از ما هدیه و تقدیرنامه می‌گرفت. من با خودم گفتم ای کاش جای حسین بودم. یه بار بهش گفتم حسین به من ریاضی یاد میدی؟ گفت آره چه اشکال داره؟ گفتم بس خیلی با مرامی. یه روز جمعه بود رفتیم خونه‌شون ریاضی یاد بگیریم، وسطای درس ریاضی بود ساعت 11 صبح. یه دفعه تو اتاقی که ما بودیم در زده شد. باز کن. رفت سری در رو باز کرد. یه دختر 6 ساله اومد سندروم داون، عقب افتاده کامل. گفت سلام. گفتم سلام. گفت ببخشید خواهرمه معلوله. باید ببرمش سرویس بهداشتی. بچه‌ها رو برد دستشویی. بعد برگشت و گفتم که چرا مادرت نمیبره؟ گفت مادرم سرطان خون داره. وقتی میره شیمی درمانی میشه میفته مثل جنازه، نمیتونه تکون بخوره. بابا چی؟ گفت من بابا ندارم، بابام فوت کرده. پس خرج شما رو کی میده؟ گفت دایم میده. تازه فهمیدم عزیز من حسین در ظاهر زندگیش درس خون بود، کاریزماتیک بود، نمازخون بود، ورزشکار بود و در بطن زندگیش خواهر معلول داشت و مادر بیمار و پدر هم نداشت. این قانون همه زندگی هممون همین شکلیه. خوش به حال فلانی، خوش به حال هیچ کس نیست. خدا عقل بده پول نمیده، خیالت راحت. پولم بده عقل نمیده. عقل و پولم با هم بده بچه نمیده. همه این اوکی بشه مادر مریض میشه. خلقت بر این اساسه. من میبینم بعضی وقتا بعضی فکر کنن خوش به حال فلانی، نگید خوش به حال. مرسی دخترم سخنرانی می‌کردم، دخترا رو انقدر خندوندم، یه دخترا رو جو گرفت. با یه حالت خوشحالی گفت وای نازنین زهرا خوش به حال، یه دلغک تو خونه دارید. این بابا چقدر باحاله، از این گردای با مزه است. ما گردا مهربونیم دیگه چون ما نمتنانیم. اونم گفت بود که بابا من بیرون این شکلیه، خونه مثل شمر، این شغلشه. بالا نشون میده دیگه. حالا ما چرا قیاس می‌کنیم؟ قیاس از کجا نشأت می‌گیره؟ از بصر، از چشم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. دهه 50-60 من و شما چرا زیاد قیاس نمی‌کردیم حالمون خوب بود؟ چون دایره دیدمون کم بود. همسایه‌ها و فامیلا که از خودمون بعضی وقتا بدتر بودن. گفتیم اگه زندگی اینه ما از اینا بهتریم. الان دایره دید وسیع شده. فضای مجازی، اینستاگرام، اقیانوس بی انتهای تصویر. اگر تو اقیانوس بی انتهای تصویر غوطه ورشید از همه چی بدتون میاد. دارم بهتون میگم. اگه اون خونه از خونه ما چیه؟ اگه اون ماشین این چیه؟ اگه اون شوهر این کیه؟ اگه اون زن این اینجوری میشه. طرف یه پستی تو اینستاگرام گذاشته یخچال رو باز میکنه، انواع دسرها و ژله ها و کارامل ها، آدم روحش تازه میشه. ردیف دوم انواع میوه های استوایی، ردیف سوم انواع نوشیدنی ها، ردیف چهارم انواع کیک های واقعی. اصلا آدم نگاه میکنه میگه وای. و تو یخچال خونه‌تون رو وا می‌کنی انواع ترشی‌ها و شورها. هاش خانم دهات فرستاده. من هاش خانم سوالی دارم. هاش خانم تو اون ظرف نوشابه خانواده چجوری اون خیار شور قرار گرفته که موقعی استفاده نمیشه کاری کرد؟ ردیف دوم رب تو سطل ماست نوشته ماست کمچر. اون ماست نیست، اون رب. ظرف پنیر همیشه مویزه. جام میوه‌ای قرص و شربت. رو درم همیشه بطری دلستره، نگو آب قوره است. اصلا کلا اینجوریه. یخچال هممون همین شکلیه. تا حالا نشده من تو خونه برم یخچال رو باز کنم تو یخچال توت فرنگی باشه. نه اینکه توت فرنگی نمیخرم، میخرم تو ظرفشویی تموم میشه. اصلا به یخچال نمیرسه.
12 شب خانم نشسته داره فیلم تماشا میکنه، از این فیلم‌های تاثیرگذار عاطفی. یه آقای خوشگو و خوشپوش و خیلی خوش‌رو داره حرفای قشنگ میزنه. خب اگه خوردم، خب ایشونو گیریم کردم، بالاخره فیلم تلویزیونی، حرفای خوب میزنه. عشق هم، نفسم، کجایی؟ بعد زنم داره نگاه میکنه، وای چه زندگی دارن اینا. تو همون حال و هوا یواش به شوهر خودش نگاه میکنه، انگار گروبان گارسیا اونجا خوابیده. زیرپوش سفید اینجا سولاخ داره، کمرش هم میخارونه، دهنش هم باز. میگه خدا مردم شوهر دارم، ما هم شوهر. به خدا شوهرم این شکلیه، به خدا شوهرم این شکلیه. دل پردردی داری دکتر. بابا خب همه این آقایونی که میبینی همین زیرپوشاشون سولاخ اینجا نشستن. من نمیخواستم حالا بگم. والله خانوما اینو میخوام بگم، اونجا شما گفتی خانوما بیرون انقدر خوبن، الان اومدن اجرا اینجا با بعضی بچه‌هاشون اومدن انقدر خوب حرف میزنن. محمد جان، مادر، محمد جان افطار خوردی مامان جان چند دقیقه دیگه افطار مامان طاقت بیار مامان. خونه میاد اژدها وارد میشه و میگه بابا تو 2 دقیقه بشه. بعضی خانم‌ها جوری بیرون مهربونن که بچه میگه ماما میشه بیرون زندگی کنیم. اگر دیدید قرار زندگیتون رو مقایسه بکنید، ایرادتون همینه که فکر میکنید زندگی دیگه هیچ خبری نیست. تنها چیزی که میتونه آرومت بکنه، من جلسات بعد بتونم توضیح بدم در موردش، اینه که به چیزهایی که تو زندگیتون هست و براش هزینه نکردید ولی هست و مهم و ریزه شکرگزاری بکنید. معجزه خواهد کرد. خدا رو شکر انگشت کوچیکی بچه‌م سالمه. خدا رو شکر بچه من میدوه، پا داره. چیزهایی رو ببین که هیچ کس نمیبینه، اون وقت احساس حال خوب خواهی کرد. معجزه خواهد کرد. ببین دختر کوچولی من خیلی میدوه. یه بار فامیلی گفت چرا بچه‌ت انقدر میدوه؟ گفتم الحمدلله، چون رفتم بهزیستی دیدم یه بچه 200 میلیون هزینه شده برای اینکه یه قدم راه برداره ولی نمیتونه. بچه تو بدون هزینه داره میدوه. الحمدلله. ببینید چیزایی که تو زندگیتون هست انقدر ریز دیده نمیشه. بابا خیلی چیزا هست تو زندگیمون حواسمون نیست. لئن شکرتم لازیدنکم ان شاء الله.